پیام بنده برای برادران و خواهران مسلمان ما در کشور تاجیکستان که به خاطر دین الله سبحانه و تعالی مورد ظلم و شکنجه رئیس جمهور طاغوت کافر تاجیکستان که امام علیوف است به سر میبرند، به خاطر تطبیق دین الله سبحانه و تعالی و خانواده های اینها ظلم صورت میگیرد، اینها را شکنجه میکنند، در بند میاندازند و همیشه خانواده های اینها را شکنجه میکنند. الله متعال برای اینها صبر و استقامت نصیب بکند. و این را بدانید اگر در این عقیده این برادران و خواهران ما ثابت قدم باشند و این عقیده ای که الله بر اینها ارزانی کرده نصیب کرده ثابت قدم باشند، استقامت بکنند، با الله قسم امروز یا فردا به اذن الله رئیس جمهور طاغوت کافر تاجیکستان را با جنود کافرش، با پیروای کافرش نابود میکنند. الله متعال اینها را در مبارزهشان علیه علمای طاغوتی قبرپرست تاجیکستان، طاغوت پرست تاجیکستان، پیرپرست ها، قبرپرست ها استقامت نصیب کند. الله اینها را در این مبارزهشان که علیه این ملاهای درباری که آن چیزی را که امام علی اوف مرتد خبیث حرام و حلال میگه و این علمای طاغوت پرست کافر اونا تایید میکنن، الله متعال مبارزه برادران و خواهران ما را در مقابل از اینها سبب کامیابی بگردونه که اینها کامیاب شوند و مردم دیگر هم از عبادت اینها دور بسازند. مردمی که امروز در عبادت اونها به سر میبرند، اینها سبب شوند، این برادرها و خواهرها سبب شوند که اونها حقیقت را درک بکنند و در هر تاجیکستانی که خود را مسلمان خطاب میکند لازم و ضروری از برش فرض است که از امام علیوف کافر و پیروانش بیزاری بکند. در غیر از او اگر سالها عبادت بکنند بیهوده است. این طاغوت امام علیوف طاغوت کافر به جای الله خود معرفی کرده، به جای فرعون. ایش فرعون عصر است، فرعون زمان است در تاجیکستان.